انقلاب دیگه شروع میشه و من کنسرت گذاشتم. منم کنسرت گذاشتم. سلام دوستان، صبح بخیر. من دارم آماده میشم دانشگاه. نیم ساعت یک کلاسم شروع میشه و من حتی هنوز راه هم نیفتادم. خیلی هم شیک. بخیر سلامتشان. من آمادم. به خدا شایعه است که میگن دخترها دیرتر از پسر آماده میشن. من میتونم تکذیب کنم. اینو براشم مثلا اینکه الان اونقدر سرد نیست، خیلی به سمت شب که بریم خیلی 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 قرار سرد بشه. بریم دانشگاه. بزن بریم. بس قرقته. Down. On the left, I have a 95%. اینو چیه؟ اومدیم هایلایتر بخریم. پول از اینا نمیخوان؟ از این کاغذ چسبونکیا؟ نه. وای چقدر شنبونه. اینا رو تون یه درخت آویزون کنی. قارچ رو بگی؟ قارچ خیلی باحاله. ما اونجا دیده میشیم. سلام. چنده این الان 60 یوروه بچه ها. خدایی نمیارزه؟ الان 1.5 یورو. این الان 1.5 یوروه؟ بس خیلی بیشتر اون 10 یورو که من گفتم به هزینه کناده. یه دونه از اینا بگیری این 99 سنت. خب اونا مسخره است. من از اینا میخوام. اینا چند؟ اینا حتی قیمت هم نداره. پاپیون بزرگه. اونو باید درخت 1000 یورویی داشته باشی. خب چیه؟ ببعیه. فرشته داره. ما فکر کنم با بودجه‌مون بتونیم نهایت اونو بخریم. اون درخت بزرگه رو. اون درخت بزرگه. اون روی چی داره که بزرگ شده؟ روی صندلی. ولی اونم بزرگه، اون سبزه. آخه این چینگولک داره. نه نمی چینگوله. این میدونستی این نمی چینگوله؟ من فکر می‌کردم صدا میده. مسخره. وای فکر کنم خونت پر از اینا باشه. چه باحاله. چون جنسشون قدم باحال مثلا. اینا فکر میکنم برای خودشون مثلا 5 سنت در اومده که همچین چیز درست کنن. حالا چند میفروشن؟ 4 یورو. خوبه. نه
چیه؟ فکرم چوبه. این چیه؟ این بازی هست که یه دونه اینجا. مسخره بازی. Ma tu devi dare a Luca il tempo di trovare un'altra persona, quindi tu qua non vuoi, ce lo devi dire. Carta? کارت هستی. از اینا چقدر شد؟ 2 تا خودکار، یه دونه هایلایتر، 2 یورو. فاینالی رسیدیم خونه قیافه اینه وقتی شلوار پشت اسکونه. آقا من رسیدم خونه دیگه، سری لباسامو عوض کردم، قراره که بریم نیم ساعت بدویم. امروز میشه دومین روزی که دو رو شروع کردم، چون وقتی که اسکوترم گرفتم دیگه حتی پیاده روی هم نمیکنم. یعنی قبلا باز از راه خونه دو دانشگاه رو پیاده میرفتم، ولی الان که اسکوتر هست دیگه اون کارم نمیکنم. مثلا این تصمیم گرفتیم که شب نیم ساعت بریم بدویم، یعنی در واقع از نیم ساعت شروع کردیم دیگه، نیم ساعت بریم بدویم، بعد بریم خونه شام بخوریم بخوابیم. بعد خیلی هم سرده، این شبا واقعا خیلی سرد میشه. واسه همین یه دونه لگ پوشیدم با اینو، یه دارم سویشرت میپوشم دیگه. همین دیگه. روزایی که انقدر مثلا مفید بودم خیلی موقع خواب احساس بهتری به خودم دارم، ولی اگه طرفم اون حسه که مثلا انگار هیچ کاری که دوست داشتم و انجام ندادم و میگیرم، ولی باز اینجوری هم که آقا کاری که دارم انجام میدم دوست دارم. مثلا سعی میکنم از درس خوندن لذت ببرم، از دویدن خیلی لذت ببرم و اون حسه بعضی وقتا میاد سراغم، ولی سعی میکنم که ایگنورش کنم که نه آقا این کاری که داری انجام میدی واسه سلامتیته، واسه آیندته و اصلا این احساس رو نداشته باش. هی مدام اینا رو با خودم میگم که احساس بهتری داشته باشم. و زندگی همینه دیگه، همش که واقعا عشق و حال نیست. این قسمت های از زندگیه که باید بپذیریمش.